فاکتورهای بسیار متفاوتی به حساب اینجا میشه رویش انگشت گذاشت. یکی ضعف تمدنی و فرسودگی تمدنی است که این منطقه دچارش میشه. یکم به حساب دغدغه روس هاست که آسیای میانه را تسخیر میکنه. حفظ آسیای میانه برایشان مسئله بسیار کلانه. و دغدغه انگلیسی ها هست که حفظ هند و مثابه انبار ثروت خیلی برایشان مهم بوده و بازیگرای اصلی عرصه جهانی این دو قدرت. بعد از او به حساب ایران قاجاری هست که اینا هم یک به مثابه یک بازیگر دست دوم در ساحه و منطقه حضور داره. و پیشتر ما عرض کردم که چیه به حساب یک تقابلی در اینجا صورت میگیره. اصلا خو چیه امی جدایی که در این قسمت اتفاق میفته بعد از راکل زدن های نادر افشاره. نادر افشار موفق میشه که بنای با سابقه و با عظمت اما فرسوده صفویان را از او طرف، تیموریان را از این طرف، هر دویش را خوب لودور بزنه. خب صاف کرده بود، زمینه برای تشکیل یک امپراتوری کلان فراهم شده بود. منتها خب روی کرده را که نادرشاه پیشه کرد بی‌اعتنایی با اهل فرهنگ بود، قلم ها یاری نکرد شمشیر را. بعد خب خود نادر قمار کلانی که زد سرش به حساب ده روی میز ماند. بعد کریم خان زند او طرفی کویری لوت را مالک شد، احمد شاه درانی ای طرفه. کریم خان ده او طرف به حساب بیشتر شیراز عشرت کده جور کرد و بیشتر به اون مسائل توجه داشت و با عثمانی ها درگیر بود. احمد شاه درانی ده ای طرف بازم به حساب اونمو پای به جای پای نادرشاه یشت، هند غارت کرد و بعد حکومت در قسمت تشکیل داد. اساس گذاری حکومت در اینجا اونمو بدنه اصلی دیوان سالاری حکومتی کلن قزلباش هایی بود که و مسابه بازماندگان میراث صفوی اینا هم بسیار با تجربه بودن، بسیار قابل و لایق بودن. خب بدنه حکومتی تشکیل شده در قندهار اینمیا تشکیل میداد. بعد در اینزی دوره است که یک تقابل ایجاد میشه بین اشرافیت دیوان سالاری قلیل العددی بی عقبه و اما بسیار با تجربه و قابل قزلباش از یک سو، اشرافیت تازه به دوران رسیده پشتون دورانی کثیر العدد بی تجربه و کم سواد اما با عقبه قدرت از طرف دیگه. اینی چکر بین قزلباش ها و بین اشرافیت قزلباش و بین اشرافیت دورانی در خود دستگاه حکومتی افغانستان تقریبا 200 سال را در بر میگیره. از دوره نادرشاه افشار کلید میخوره، در دوره سدوزئی ها در مجموع، در اوایل دوره بارکزئی ها تا در دوره عبدالرحمن خان پشت قزلباش ها دیگه به زمین مخوره. قزلباش ها برای همیشه مطیع میشه، دیگه توان رقابت با اشرافیتی جدید الظهوری کثیر العددی قدرتمندی دورانی را نداره. بعد خب این رقابتی که بین از اینا بوده گاهی سابقه مذهبی هم پیدا میکرده بوده. منتها رقابت های مذهبی که در این ساحه بوده خیلی کمرنگ بوده. مثلا اینمی شهر هرات به نوشته از امی پاتنجر در زمان دوره حاکمیت کامران یار محمد خان جمعیت اصلی شهر کلن شیعه، ولی میگه خیلی یار محمد خان و کامران بسیار با اینا بدی میکرد، مالیات های سنگین میگرفته بوده و یگان دفعه به حساب تعداد از کلانایش رو مکشته بوده و اما در سرحد از یک خانه و زمین چیره بگیره اینا رو کلن آواره کنه دست به نوامیسشان بگذاره به این حد نبوده. بعد خب در اینزی دوره است که برای انگلیسی ها بسیار خب این تو همین جبل رقابتی بسیار نفسگیر بین اشرافیت قزلباش و بین اشرافیت جدید الظهوری دورانی. بعد خب برای هند و دوره هند که انگلیسی ها میگیره برای انگلیسی ها
هند یک انبار امکانات و یک بانک ثروت بود. بعد این بانک ثروت از سه طرف مورد تهدید قرار داره. روسیه چشم طمع داره، فرانسه چشم طمع داره، قاجاری ها چشم طمع داره. در عین حال غیر از قاجاری ها سرداران افغان هم چشم طمع داره. اینا همون تهدیدهایی است که مغز استخوان انگلیسی ها را به تکان می آورده بوده. بعد انگلیسی ها برای از یک ریشه از این تهدید را بخوش کنه، یک رقم شبکه‌ای چند وجهی کار شروع میکنه که یکی از این کارها باز کردن هرچی بیشتر و به خشونت بردن نزاعهای مذهبی، ترویج تکفیر. حال در پاتنجر ما را در هرات اول خود ملا نام میکنه، ملای هندی، بعد میشه سعید، بعد به حساب طبق نوشته کاتب 7 سالی آدم ملای امامی مسجد جامع هرات میشه، مدرسه تاسیس میکنه، شاگرد تربیت میکنه. یک نفر دیگه انگلیس میه در مسجد پولی خشتی که اون بسیار به سر زبان مردم کابل از هرومین الشمس است. اینا به یک شکلی به حساب یعنی نفاقهای مذهبی را تلاش میکنه که در اینجا باز کنه که تا لشکری غارتگر برای هند از این منطقه حصول نشود. بعد خب اثری کاری از جنرالای انگلیس در چند مورد خود نشان میده. یک موردش در هرات است که در هنگام محاصره قاجارها، آخرین محاصرهش، ملا عبدالحق هراتی فتوای تکفیر شیعیان را میده و اعلان فتوای جهاد میکنه بر ضد ایرانیا. بعد خب کمی پیشتر از او نزاع مذهبی در کابل چاق میشه بین قزلباشا و بین تاجیکای کابل. جمعیت اصلی شهر کابل در او دوره اکثریت با قزلباشا بوده. بعد خب جمعیت اطراف کابل، کوهستان، کدامن، وردک، لوگر، اینجا جمعیت سنی خشمگین جمع میشه. چیزی نمانده بوده که محاصره کنه و کلا قزلباشای شیعه مذهب را در داخل کابل قتل عام کنه. باز در امو دوره به حساب قدرت صدوزئی ها در شروع زوال، شاه محمود درگیر با برادر خود شاه زمان و شاه شجاع در کابل میه. باز شاه محمود قد وزیر فتح خان پشتی قزلباشا را میگیره، به یک شکل اینا را نجات میده از امو محاصره. چند سال بعدش به حساب در دوره عبدالرحمن خان اول میگه که حاکمی را که تو تعیین کرده به شکاکای نور محمد خان در دربار قندهار بحث های شیعه و سنی را بسیار داغ مطرح میکنه. بعد شکایت میه از طرف یک افسر قزلباش که خان پشتون به ما دختر داده، اینمی را به حساب ملاها فتوای تکفیر ما را چون شیعه صادر کرده، دیگه ما هم از زن خود دست بردار نیستم. این شکایت ها که میه پیش عبدالرحمن خان تازه قدرتش در شروع تاسیس تحکیم بوده. بعدی بسیار با قاطعیت و جدیت نوشته میکنه سر به شکاکای خود که باشه دیونگی نکوده، این سی چای بلند دست نزن. اصلا دختری که مردکه دختر داده به او دیگه بدی که زن چیه. خلاصه بسیار با از یک موضوع جدی مانع میکنه نور محمد خان به شکاکای خره که دیگه دربار خره می کار نکو. در ازی که دختری کی بچه کی رو شوهر کرد و کی به کی داده شد، در این مسائل ها به خاطر مسائل مذهبی دخالت نکو. اما کاری را که انگلیسی ها پاشانده بود، اینی سه مورد از تقابل خشین مذهبی را نشان میده که به حساب به این نتیجه آدم میرسه که بعضی را که انگلیسی ها کاریده بود اینا دارد آهسته آهسته به ثمر میرسه که در سه مورد خود را نشان میده. و بعد یک ذهنیت ضد شیعی بسیار غلیظ در بین اشرافیت قندهاری دورانی شکل میگیره که تازه دستگاه حکومت را به حساب که با توجه به رقابت قبلا هم با قزلباش ها داشت. خب اینا اینمی حساسیت ضد مذهبی روز به روز بالا میاده، بین از اینا نفوذ میکنه در لایه های مختلف. اینمی دوره است که عبدالرحمن خان قدرتش تثبیت شده.
بعد خب قزلباشها در عصر عبدالرحمن خان دیگه تقریبا کلا ساقط میشه. محمد حسین کوتوال و قاضی سعدالدین و امثال از اینا هم که میمانه، اونا هم از قزلباشی خود منکر میشه. سعدالدین خان خود پشتو اعلان میکنه، محمد حسین کوتوال خود از شمالی اعلان میکنه و سنی میشه. بعد اینا برای خوشخدمتی خود را خوبتر به اثبات برسنده، از خشونت و بدرفتاری با شیعیان اینا ابزار برای توجیه کار خود می ساخته بوده. وقتی که قزلباشا صحنه را ترک میکنه، در امو دوره به حساب خب روبرو میشه اینا با تمرد عبدالرحمن خان، با تمرد هزاره ها، با سرکشی میران هزاره. هزاره ها در او دوره سخت بیخبر از دنیا، اینه در یک کلام هزاره ها قربانی بیخبری خود از مناسبات قدرت جهانی میشه، یا این جغرافیایشان بسته بوده، هیچ خبر نداشته بوده از تحولات جهان. فاکتی که در این قسمتی رو تایید میکنه محمد امین خان کویبرانی که از منطقه ما بوده، که لشکری را که بر سر عبدالرحمن خان آورده بوده در بیسود رسانده بوده، در این منطقه دره کٹخاک جای الخان از اینا که میرسه، تفنگ داپور به حساب اسب مدونده بوده، گدم ماشا مکده در بغل قلا گرد باد مشده بوده، گفته کوی کت بچه افضل خوره که در میدان بیه. خب از نظر از این آدم عبدالرحمن خان اونمو بچه افضل خو بوده، کی بچه یک خانمی میرممدین خان و بچه یک خانم عبدالرحمن خان. خب این تصورشی بوده که مثلا عبدالرحمن خان اونمو یک خان است که در او تگوی دیگه به حساب رعیت داره و منطقه سر قوم خود رئیسه، و دیگه تمام از علامت هایی که نشان داده شده از بیخبری هزاره ها از مناسبات جهانی حکایت داره. بعد خب اونمو نفرت و کینه ای که نسبت به قزلباش ها شکل گرفته بود، قزلباش ها وقتی که صحنه را ترک میکنه کاملا مطیع میشه و هزاره ها هم در اینجا به حساب در برابر فرمان امیر میسته. خب اینمو نفرت دقیقا متوجه میشه، متمرکز میشه بر سر هزاره ها. بعد خب اینی غیریت مذهبی را که وارد مرحله جدید شده بود، خب این اینجا پرسش جای ازی پرسش میرسه که ما مثلا چی دلیل داریم برای بیان ازی مثلا. تا دوره عبدالرحمن خان شما که سعی کنین مثلا اینمی چیه قرآن و قسم هایی که در خود دربار بین ازمی سردارانی سدوزئی و بارکزئی میشه، قرآن و قسم هایشان 14 نور مقدس، پایینتن آل عبا، حضرت ابوالفضل، حتی تعهدنامه ای که بین وزیر اکبر خان و شاپور بچه شاه شجاع در کابل امضا شده به ابوالفضل هم قسم مخوره. و اینمی یک از برادرای دوست محمد خان، آیه دوست محمد خان قزلباش بوده، شیعه بوده. بعد یکی از برادرایش که اینمی انزی دلها است که نمیدونم رحم دل شه، مهر دل شه یا کهن دل شه، کدام یکی نظم یا شیعه میشه و اصلا قبرش بخی در نجف در وادی السلام اونجا مره و در مگذره و دفن میشه در اونجا. تا اینیزی دوره را به حساب مناسبات مذهبی خیلی ملایم و بین از مردم باز اینیزی وسو اونمو بعضی که انگلیسی ها کاشته بودی مناسبات خراب میکنه و تمرکزی ازی در لایه اشرافیتی دورانی یا عمدتا قندهاری هلمندی پشتونی متمرکز میشه و قدرت حکومت دولتی هم که دست از اینا مفته از او طرف قزلباشا میدان را خالی کرده. این نفرت متمرکز میشه بر سر هزاره ها. این از بعد داخلی قضیه. از بعد بیرونیشی انگلیسی ها بسیار هراسناک بوده که مبادا مثلا قاجاری ها موفق شود که افغانستان زمین خود کنه یا سرداران افغان موفق شود قاجاری ها را از بین ببره، کل نظامی ساحه یک کشور کلان شود، یم تهدید برای آسیای میانه یک نادیری از اینجا میخزه کلیگی رو در بدر میکنه، هم روس ها را هم هنده انگلیسی ها را، یا یک احمد شاه درانی میخزه یا یک جنگاور دیگه میخزه یا یک تیموری میخزه که همه دغه میشه بمانه. بعد خب یک از راههای شدنی ترویج تعصبات مذهبی یک، بعد به حساب ای اوچت سابقه قومی هم پیدا میکنه. سابقه قومی که پیدا میکنه به حساب بازم خب لشکری تهیه شده از وادی هلمند ستون تهدید هند بوده. بعد برای از این که ریشه تهدید از ریشه خوش کنده شود، نقشه منطقه را انگلیسی آماده میکنه برای عبدالرحمن خان،
سپاهش رو بلدیش آماده میکنه و خودش هم به حساب به عنوان مأمور انگلیس در منطقه حایل میشه. خب شکاف قومیتی هم باز میشه به علاوه شکاف مذهبی. شکاف قومیتی هم که باز میشه، ای در سر هزاره ها که میرسه، اردویش به حساب هم غیریت قومی هم غیریت مذهبی، و این طرف هم به حساب هزاره ها بدون درک درست از شرایط موجود که موضع میگیره، با رضایت ضمنی روس ها و نقشه و طرح انگلیسی ها با شمشیر عبدالرحمن خان با وسیله نیروی بازوی غلجایی ها، اینا در هم کوفته میشه و قتل عام میشه. شکاف قومیتی که در وادی هرمن باز میشه تا امروز پر نشده. دیگه عرض به حضور شما که از منظر داخلی از ناحیه خود قدرت، بارکزایی ها وقتی که موفق میشه صدوزایی ها را از صحنه بیرونه، خودشان حاکم شود، اینا اولین درگیری هایش حتی در دوره صدوزایی ها غلجایی ها به اینا تن نمیداده بودن، چون شکاف غلجایی و درانی بسیار شکاف تاریخی کلانی است که غرض از حمله نادرشاه افشار بر سری هند هم می بوده که درانی ها متحد بوده، زیر بیرق نادر افشار بوده، غلجایی ها در برابرش قرار داشته بوده. بعد غلجایی ها فرار میکنه، 800 تا ملکشان مو در دربار هند پناهنده نمیشه، نادرشاه تقاضا میکنه که اینا رو پس ری کن. وقت سلطان هند وقتی که کار نمیکنه، لشکر میکشه و هند میکنه غارت. بعد خب اینجی این از یک طرف دچار یک سردرگمیه که او طرف هند آمده انگلیسی ها میگیره، ایسو سیک ها قدرتمند میشه، این طرف به حساب اینا چشم انتظار داشته بوده است دورانی های عمدتاً بارکزئی که مایه نجات ما شود، و از یک طرف باز امی سیطری از اینا را نمیپذیرفته بوده، با خاطر از این که حتی در دوره دورانی ها، در دوره صدوزئی ها 3-4 جنگ کلانی که کرده به حساب قتل عام کرده کلا چیزا را از سرکوب کودتای فیض الله خلیل و آزاد خان و ارسلا خان مومند، اینا کلا غلجایی هاست. بعد باز اولین قتل عام قومی هم که دمو دوره صورت میگیره که واقعا سابقه قومی داره. خب شاه محمود 6000 نفر از غلجایی ها را کشتار میکنه. این منطقه چی است فکر کنم فعلا مساحت تحت منطقه پاکستان و وزیرستان در کدام منطقه نمیدونم. باز بعد از این بارکزایی ها وقتی که روی صحنه میه، یا هم با مشکل بسط سلطه از یک طرف خیلی علاقه داشته بوده که جغرافیای افغان نشین پاکستان را باید زمینی قلمروشان باشه، از یک طرف به حساب روبرو بوده با رقیب مثل انگلیس، از یک طرف روبرو بوده با رقیب مثل سیک ها، و از یک طرف با بی‌مهری داخلی هم روبرو بوده که قبایل پشتون غلجایی هم به اینا تن نمیداده بوده. بعد به حساب خب اینا برای حفظ از این مسئله، برای از اینکه بتونه قدرت خود تثبیت کنه در منطقه، تن میده به خط دیورن. خط دیورن سود داره برای انگلیس چون تأمین میکنه امنیت هنده، سود داره برای حاکمان بارکزئی چون تأمین میکنه بقای قدرت از اینا را در بخشی از غلجایی هایی که طرف خط دیورن قرار گرفت. 3 بخش غلجایی ها او طرف قرار میگیره، یک بخشی طرف قرار میگیره. بعد اینا یکی طرف قرار میگیره، اینا را خب 7 سال جنگای عبدالرحمن خان باز اینا سپری شده دیگه، در حق یکی 2 تا قوم از اینا تا بیناموسی های تا تجاوزات ناموسی و امثال از اینا، کاری که در حق هزاره هاش فقط اینا برده نمیشه دیگه، خیلی از ستم هایی که در حق هزاره هاش در حق از اینا هم شده، ولی سر از او باز اینا مطیع نمیشده بوده. باز اینا رو تدبیر دیگه میاندیشه که اول به نام جهاد تیغ از اینا رو سر نورستانی ها تیز میکنه و حساب اونجا رفته کشتار و غارت میکنه. بعد از اینا رو به حساب با استفاده از غیریت مذهبی میاره به جان هزاره ها. باز خودون از اینا رو اشراف غلجایی تا یک حد که رشد میکرده بوده کلان میشده، باز ویرا پخش میکرده بوده. نمونهش مثلا رحمت الله وزیری، قبیله وزیری قبیله بسیار کلان غلجایی. رحمت الله خان وزیری عبدالرحمن خان دختر از او گرفته، بعد بدکشایش را آورده منصب داده، بازپسان اونا را مقدار قدشو بدی کرده. بعد از مرگ عبدالرحمن خان دختری رحمت الله خان وزیری را از حرمسرا بخی بور میکنه، حبیب الله بخی در بازار کابل پورته میکنه که مجبور میشه
شیخ قزلباش را شوهر کنه، به زندگی عادی برمیگرده و بچه‌هایش را بیچاره میکنه. باز غلجایی ها در این دوره موشه سرگردان، سرگشته، از یک طرف خیلی انرژی داره، نیروی خدشکنه، ولی از طرف دیگه تئوری برای هدایت خود نداره. گاهی اینا خب از یک طرف از سلطه انگلیس سخت اینا منزجر و متنفره. خب و ایسو سیاست بارکزئی ها در مورد غلجایی های عمو دوره شبیه سیاست های حاکمان عرب نسبت به مردم خود در مورد قضیه فلسطینه. مثلا مردم عرب همه خواهان جهاد، حاکما هیچ کدام همه بازی میده به یک شکلی به حساب خوب ارتباط داره با اینی طور یک وضعیت به حسابی سرگشتگی غلجایی ها سبب میشه که اینا گاهی گردی خان خود جمع میشه، گاهی گردی ملنگ خود جمع میشه، گاهی گردی دوز خود جمع میشه، گاهی گردی سعید خود جمع میشه. ولی خب اینمیا تا دوره عبدالرحمن، تا دوره امان الله خان را گام به گام به حساب اینا مهار میشه و حتی به حساب می کشتار نورستان و کشتار و قتل عام هزاره ها هم سبب تثبیت حاکمیت بارکزئی های دورانی بر غلجایی ها نمیشه که یک بخشای شرکاتی آورده که در دوره خود، دوره امان الله، کوچی ها و دیگه قبایل غلجایی از دادن مالیات تا چی اندازه فرار میکرده بوده و چقدر گریز داشته بوده. به هر حال خلاصه اینمی نوع سیاستی را که خب ای از بعد چهارم قضیه، بعد پنجم میشه باز در مورد دوره سیاست کلا جمع میشه در یک خانه که او خانه سردار پاینده خانه، یعنی پوزیسیون و اپوزیسیون داعیه دار حکومت اینمی یک خانه یه. بچه های پاینده خان، نواسه های پاینده خان و کواسه های پاینده خان. دوست محمد خان است بچه پاینده خان، افضل خان است نوسه پاینده خان، عبدالرحمن خان است کواسه پاینده خان. و امو رقمی کل اینمی هر کسی که در سراج التواریخ نام سردار داره فقط این میزی خاندانه. اینا از یک طرف به حساب خیلی کلوی در برابر دیگرها خیلی حساسه، در برابر سدوزئی ها بسیار حساسه، اونا رو مجال نمیده. در برابر غلجایی ها حساسه، در برابر تاجیک ها، هزاره ها و ازبک ها. ولی در عین حال در یارگیری هر کدامش برای حفظ قدرت خود هر کدام از اینا تلاش برای یارگیری از همه این مزین اقوام داره. منتها در بین خود باز اینا برار ده برار راست نیه، آتا ده باچه راست نیه، باچه برار ده ابغه راست نیه. باز اینی الگوی سیاست الگوی رفتار سیاسی تا اینمی امروز به حساب ماهیت و منطق خود را حفظ کرده که نمونهش رو ما شما تا کمی گسترده شده. نمونهش رو ما شما میگیریم در جهت گیری های رهبرای سیاسی، یک روز با هم متحد میشه، بیگاه باز دشمنان قسم خوردی هم دیگه میشه، باز سبایش متحده، باز به حساب در یک جای دیگه دشمن قسم خوردی یک دیگه میشه. به هر حال پرسش اصلی بود که یعنی چرا به حساب میتور افغانستان در کام از این مسائل سقوط کرد. این حال شما اونو منافع انگلیسی ها را از اون طرف مد نظر بگیریم، موقعیت جغرافیایی تاریخی افغانستان را و از این طرف به حساب دشواری های ایجاد حکومت برای بارکزئی ها را از این طرف مد نظر بگیرید، نقش ایرانی ها از اون طرف، نقش روس ها از این طرف، کلگیش را که جمع کنی اجمالاً به حساب آدم میرسه به پاسخ از این سوال که چرا چنین شد. و اون جمع به حساب واژه دقیق پیدا نمیشه، همین کلگیش را که اگر جمع کنی میشه عصر فروپاشی، تاریخ بیخیردی، یعنی جولان توهم و توحش به جای و غیبت تعقل. به یزدان اگر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. در همه این زمین تحولات چیزی که در اینجا وجود نداره اونمو عقلانیت انسانی است که متاسفانه سخت غایبه. و به نظر من اینمی کاتب یکی از جمله فرهنگی های است که به یک شکلی سخنگوی این زمین وجدان سرکوب شده انسانیت دمو دوره است. فقط کاری که میکنه همین یک تصویر سه بعدی از این زمین چرخاوی بحران و تباهی اینا چیه کاتب موفق میشه که به حساب برای نسل های آینده بیدیه. و خب بعد از این تباهی چرا دوام میکنه، کاتب و تاریخش غایب میشه.
جلد 3 سراج التواریخ یک بار نشر میکنن، دوباره جمع میکنه به دستور دربار. جلد 4ش خونه پاس کشف شد. دستهش چی بعد جای از هست؟ این می‌داره استاد که او را جمع کرده تاریخ بود. نویسی های خب چی یعنی همو دیدگاه های حاکمیت قومی. بعد به حساب خب اونمو عصبیتی خاندانی، خاندان بارکزئی در حلقه دوم مثلا عصبیت دورانی این گستردگی پیدا میکنه، تبدیل میشه به عصبیت پشتونی و این ایده ای ناسیونالیسم پشتون باز بسیار یک ابزار فریب مناسب میشه برای غلجایی ها، برای متعسازی غلجایی ها که تا امروز به حساب همین مناسبات به نظر میرسه که تا امروز ادامه داره و هنوز اینمی آدم های دربدری موجود در زمین سرزمین قادر نشده که مثلا در غیبتی تاریخ واقعی هنوز قادر نشده که اول خود بحران را یک رصد کنه تا دوباره بعد از او به حساب راه حل برای سنجش راه حل برای عبور از بحران فراهم شود. چرا موفق نشده؟ یکی از دلایلش غیبت از تاریخ واقعی بوده که به حساب خب تاریخ واقعی از این کشور به نظر ما واقعی تر ما از کی که نداریم. از این سراج تاریخ با تمام کشقوسایش. بعد به حساب خب شما تاریخ نوشته های خارجی ها را دارید که با دیدگاه استشراقی و نگاه از بیرونه. بعد شما از بعد داخلی مثلا تاریخ نویسی های ایدئولوژیک را دارید، ایدئولوژی های قومی، ایدئولوژی های نشنالیستی که اینا واقعیت ها رو مسلم میکنه خیلی. مثلا یک همسانسازی های بسیار وحشتناک و بد رقم. اینی به نظر من اینی که تاریخ افغانستان هنوز به رمز بولبرینگی عصر خاندان سردار پاینده خان میچرخد، دلیلش اینمی چیه؟ یک از دلایل مهمش غیبت از تاریخ و جایگزینی تاریخ ایدئولوژیکی به حساب به جای تاریخ واقعیه. شاید در افغانستان نسبت به هر کشوری دیگه کمترین پردازش و کمترین اعتنا و توجه به تاریخ وجود داشته باشه. اگر به حساب یک توجه دقیق‌تر و درست‌تر می بودی به نظر من این وضعیت رصد میشد و از درون از حتما یک راه برای عبور از این بحران پیدا میشد و این راه عبور پیدا نشده. منطق حاکم بر سیاست کماکان همون منطق سابق مانده. در از اون منطق سابق چیه؟ آبادانی، احساس مسئولیت، رفاه عامه، اینا پخش غایبه. آن چیزی که هسته فقط همون فرمان فرمایی کس در برابر ما چرا گفتنه و این هم الگو برداری شده از همون سیستم ملکی قریه. خب مثلا یک ملک وقتی که در قریه هسته در قسمت از این که مردم حاصلاتش چی میشه امثال از این امیال قدر همو مسئولیت سرنوشت نداره. استاد بالای دیگه اقوام نمده با مزرد امی که همو که اینالی میگفتی فلانا بله بیرار با بیرار درسته بود بچه کاکا با بچه کاکا درسته بود امی سرنوشت فعلا با می سیاسیون دقیقاً هزاره و تاجیک یک رقم نیه. دقیقاً اینالی فقط اونمو الگویی حاکم بر سیاست یک خاندان بست پیدا کرده. مثلا والی کلان شده. خب مثلا در او دوره کوچیک بوده، تنها عصبیتی بارکزئی بوده، بعد کمی کچتر مشده عصبیتی دورانی مشده بوده، حالی به حساب در یک افق گسترده‌تر تبدیل شده به عصبیت پشتونی. بعد اونو شیوه سیاستی که بیرار در بیرار راست نبوده، باشد آتر راست نبوده، ای به حساب از سطح یک خاندان پریده در سطح رهبری اقوام. در سطح رهبری اقوام به حساب این هم اونمو منطق حاکم به یک شکلی جریان داره. این حالی به نظر میرسه که چیه که این حالی خب برای عبور از این بحران به نظر من یک مواجهه بسیار صادقانه با تاریخ گذشته نیاز هست تا مثلا اونو سرچشمه سرگیری ها پیدا شود. اگر ما بگیم که مثلا گذشته ولش کن دیگه به حساب رقم خصوص خاموش یگان دفعه میگم میزنه، نه چرا تا گذشته پیچیدیم؟ خب یعنی یک رقم خب اون غفلت از تاریخ و غیبت تاریخ. وقتی که به حساب او غافل و غایب بودیم خب مجبور بازی دومزو میدان میشه و اون مینهایی که دو دوره گذاشته شده تا امروز قربانی میگیره. مثلا خب یعنی می بحثی نقش انگلیسی ها در برجسته سازی غیریت مذهبی در این منطقه و بعدها در غیریت در ترویج مثلا حساسیت های قومی
تا هنوز از طرف کدام اندیشمند افغانستانی هم جدی به بحث گرفته شده نشده. نقش خط دیورن در تأمین امنیت هند و تضعیف عمومی قوم پشتون و در درون پشتون که به خنجر کشنده به حساب در اندام غلجایی ها به همین شکلی به نظر میرسه به بحث کشیده نشده. من از جمله کتابی اما سخن محمدی که در خیرخانه پاسل فوت کرد، کتابی از امور یک بار یاد مانده که خوانده بودم، اصلا همین چیز به مثلا نرفته هیچ. و دیگه اینی مثلا خب قربانی بودن غلجایی ها بعد از هزاره ها که دومین قوم قربانیه به نظر من در افغانستان، این هم به بحث گرفته نشده. خب مثلا منتها نحوه قربانی بودن از اینا فرق میشه. هزاره ها قربانی شده، زده شده، کفته شده، آواره شده. اونا قربانیه که زدینده شده، گیرنده شده و آوارگر شده. ولی امروز اگر هر دویش از یک منظر دورتر سعی کنی، ایج آل روز غلجایی ها به حساب از هزاره ها بهتر میه. خب این یک حسی رو به وجود آورده که مثلا یک دسته و یک کتله جمعیتی خود را تعریف میکنه در مناسبت با قوم دیگه. مثلا یک پشتون امی که مال خود گرفته مورد کوچی در بیسوت مثلا فرض سر خانه الخان اعلام میکنه، او احساس لذت میکنه که والا من آنم که هزاره پیش ما گپ زدن نمیتونه چون این کار میکنه. خب در حالی که زندگی عینی عملیش سیکن یک در بدر و یک در بدر مثلا معنی احدی و یک در بدر دیگه الخانی که در معرض تهاجم قرار گرفته. اگر مقایسه کنین اینی رو با مردمای بیرون از کشور با ملل دیگر کلی بود داری در یک دیگی در بدری میجوشیم، منتها رنگای بو کمی فرق داره. خب اینی مسائل سبب شده متاسفانه که ما شاهد ظهوری نسلی در افغانستان هستیم که اصلا پایش از زمین کلا کنده میشه. فکری فرار، فکری بیرون رفت از کشور بعد رقم در حال همگانی شدنه. تشکر. اینی مجموعه برداشت‌های از ما بود. آقای اسکای عزیز خوب گشن به سوالی بسیار کتیری که شما مطرح کردید خوب به اختصار نمیشه، ولی روی هم رفته دیگه. خلاصه سلامت باشید.